سلام دوستان، امروز میخوایم با هم یه خمیر درست کنیم به اسم خمیر پاف پیستری یا میلفوی که توی ایران به اسم خمیر هزارلا یا خمیر برقه‌ای هم معروف است. اول 1/2 قاشق چایخوری نمک رو به آب سردی که داریم اضافه میکنیم. هم میزنیم تا کاملا داخل آب حل بشه. بعد کره رو به آرد اضافه میکنیم و یکم با هم مخلوط میکنیم. یکم که با هم مخلوط شدن آب سرد رو اضافه میکنیم. کم کم اضافه میکنیم چون ممکنه که مقدار کمتری آب ببره بسته به نوع آردی که استفاده میکنیم. بعد از اینکه خمیر تقریبا وسط ظرف جمع شد دیگه نیازی نیست مقدار بیشتری آب اضافه بکنیم. الان از 1 و 1/2 پیمونه تقریبا 1/2 باقی مونده. خمیر رو منتقل میکنیم به یک سطح تمیز آردپاشی شده و شروع میکنیم به ورز دادن برای تقریبا مدت 5 تا 10 دقیقه. روی خمیر رو با چاقو میبریم به حالت به علاوه. میذاریمش داخل یک مشمع یا یک زیپلاک. یکم آرد میپاشیم. این خمیر رو میذاریم داخل یخچال به مدت 20 تا 30 دقیقه. برای کره وسط خمیر 450 گرم کره‌ای که داشتیم و از رنده رد میکنیم. 1/2 قاشق چایخوری نمک رو اضافه میکنیم و آب لیمو داشتیم که بستگی داره به ترشی آب لیموی تازه‌ای که استفاده میکنیم. اگر خیلی ترش نباشه 4 تا 5 قاشق چایخوری آب لیمو نیاز داریم، ولی اگر آب لیموتون خیلی ترش هست 3 تا قاشق کافیه. با هم مخلوط میکنیم و 1/2 پیمانه آردی که داشتیم رو اضافه میکنیم. شروع میکنیم به ورز دادن. خمیر رو منتقل میکنیم به یه سطح تمیزی که آرد پاشیدیم تا جایی که تقریبا یک دست بشه ورز میدیم. از آرد زیادی باید استفاده بکنیم، ممکنه تقریبا 1/2 پیمانی دیگه هم آرد ببره. روی خمیر با نوک انگشتامون کار میکنیم تا اینکه بهش یک شکل مربع مستطیل بدیم. بعد خمیر رو داخل یک کیسه میذاریم، روشو میپوشونیم و میذاریم داخل یخچال به مدت 20 دقیقه. خمیر رو که از یخچال در آوردیم زیر و روی خمیر رو آرد میپاشیم. یه مردانه رو هم یکم آرد پاشی میکنیم و شروع میکنیم به باز کردن خمیر. خمیر رو جوری باز میکنیم که یک مقدار وسط خمیر برجسته تر باشه نسبت به اطرافش. بعد کره رو وسط خمیر میذاریم. 4 طرف خمیر رو روی هم میاریم. اگر که دیدید که آرد زیاد بهش هست یه مقدار با فرچه آرد رو کمتر میکنیم.
بعد با وردنه شروع میکنیم به صورت حرکات ضربی خمیر رو باز کردن. خمیر رو تقریبا به قطر نیم سانتیمتر باز میکنیم. خمیر رو که باز کردیم دو طرف خمیر رو میاریم وسط. اگر آرد اضافی هست اون با فرچه میگیریم. مجدد یه تای دیگه میزنیم. بعد خمیر رو منتقل میکنیم به داخل یک سینی. روش رو میپوشونیم. میذاریم داخل یخچال به مدت 20 دقیقه. خمیر رو که از یخچال در آوردیم مجدد روی سطحمون میذاریم و شروع میکنیم به باز کردن. اول با حرکات ضربه‌ای دوباره مثل سری قبل دو طرف خمیر رو میاریم وسط و مجدد یه تای دیگه میزنیم. داخل سینی میذاریم. روی خمیر رو میپوشونیم و برای بار دوم داخل یخچال میذاریم به مدت 20 دقیقه. خمیر رو که از یخچال در آوردیم برای سومین بار شروع میکنیم به باز کردن. اول با حرکات ضربه‌ای و مجددا مثل دفعات قبل خمیر رو میاریم وسط. داخل سینی میذاریم و برای بار سوم داخل یخچال به مدت 20 دقیقه. برای بار چهارم و آخرین بار خمیر رو باز میکنیم. یه نکته رو در مورد تا زدن ها بگم که هر دفعه‌ای که تا میزنیم سری بعد از سمت برعکسش تا بزنیم. سری قبل ما به این شکل تا زدیم و این سری برعکس. البته خود خمیر فرم شما رو راهنمایی میکنه که به کدوم سمت باید خمیر رو باز بکنید و تا بکنید. برای آخرین بار خمیر رو داخل یخچال میذاریم به مدت 20 دقیقه. سری آخر که خمیر رو از یخچال در آوردین اگر که میخواین باهاش شیرینی درست بکنین باید بازش بکنین و قالب بزنیم. ولی اگر که نمیخواین بلافاصله ازش استفاده بکنین میتونین داخل فریزر به مدت طولانی خمیر رو نگه دارین و هر وقت که خواستین در بیارین بذارین یه کمی یخش باز بشه و بعد بازش بکنین و استفاده بکنین. خب دوستان خمیر هزارلا هم آماده شد. توی ویدیوهای آینده طرز درست کردن چند نوع شیرینی رو با این خمیر خواهیم داشت.